ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. یه جلوه مهربانیه دیگه. آقا بخونید من جوابتون رو بدم. آقا اینجوری باشه ما با یه شب قدر 23 از اولیاء الله میشیم. قطعا همینطوره. ادعونی استجب لکم. ولی میدونید ماها اون چیزایی که خدا بهمون میده همین سر راه داریم میریم میذاریم میریم. میگه آقا وردا ببین اینا مال توه. میگه این همه مال من. نه مال من. خدا که انقدر مهربون نیست. نه حتما میخواسته 4 تا گناه هم من بخشیده. آقا بقیهش هم مال شماست، وردار ببر. نه خدا که انقدر به من نمیده که. چی داری میگی؟ ما خودمون بی ایمانیم نمیبریم، اون که از مهربونی کم نمیگذاره که. داره اینا رو به تو میده، حواست هست بردار ببر. نه بابا ولمون کن مگه خدا. ببین چی کار کنن با ما خدا چی کار بکنه میشه. یه وقت بعد خدا رو معرفی نکنید به مردم، بگید 3 شب رفتم تا صبح زجه زدم تا خدا منو بخشید. مردم یه وقت سوء ظن پیدا میکنن، میگن عجب خداییه 3 شب رفتی زجه زدی. نه به غریبا اینجوری نگیا. بگو آقا نبودی شب 19 حرکت کردم فرشته ها با من شروع کردن استغفار کردن. خب امشب الهی العفو نگیم، برای این الهی العفو بگو. آخه خدا بعد از اینکه گناه بندش رو میبخشه بنده شرمنده میشه دیگه. هی میگه ببخشید ولی من گناه کردم. اینجوری الهی العفو بگی. امام سجاد داره دیگه تو صحیفه صدا میزنه خدایا وقتی ببخشی من بعدش چی کار کنم؟ من بعدش چی کار کنم؟ الان این اون بعدشه. ما ها اون چیزایی که خدا بهمون میده همین سر راه داریم میریم میذاریم میریم. میگه آقا وردا ببین اینا مال توه. میگه این همه مال من. نه مال من. خدا که انقدر مهربون.